سلام آقا بجی. حالا نگاه کنم دیوانه مگه تو پسر؟ در نفسم خوش به من نزدیک نشو. خب چیکار کنم؟ هر موقع میام شما رو پشتتون به منه. خب وایس رو برگردونم بعد سلام علیکم میذاری پشتم. چی میخوای حالا؟ سیدیاتو بگیر. این دو تاش کیفیت نداشت. همه اینا رو دیدی؟ دیدم. خب یکم به چشت استراحت بده داغون میشی یا؟ شما ناراحت نباش. من خیالتون راحت باشه. من عمل دارم. عمل داری؟ بله. عمل چی؟ لنز. لیزر. آها چشت میخوای لیزر کنی؟ عمران من فکر نکنم با لیزر نزدی درست چیه. چی میخوای حالا؟ 6 تا فیلم باحال بده. ما همه فیلم باحاله. چه فیلمی میخوای؟ 2 تا کمدی ترسناک، 4 تا هم کمدی. 4 تا کمدی. در ضمن یه 2 تا هم هنری بده. بعد اینا همش شد 6 تا نه؟ من میگم به این استراحت بده واسه همینه دیگه داره هنگ میکنه. ببین من فعلا 3 تا فیلم بیشتر بهت نمیدم. خب از 3 تا بیشتر هم بعد خواستی بیای فیلم بگیری یه نامه کتبی از مادرت میگیری میای اینجا به من میدی. فهمیدی؟ تو میری میذاری چشمشو داغون میکنی. بیا حالا جوابگو باش. بیا. این پول ب... سر دقت کن نده. نه بابا چی میگی؟ چطور هرس نخورم؟ تو که نمیدونی خواهر. والا دختر نعمته. چی کار میکنی عروس؟ یه صبح رخت خواب احسانو جمع میکنه دیگه. من قبول ندارم. هیچ عروسی مثل دختر آدم نمیشه. نه قبول ندارم. چای تو سرتش. اگه عروس گلم نبود خدا میدونه وضع روز من چی بود. گوشی خواهر بیا بشین. اینایی که داشتی خورد میکردی دوباره خورد کن. آفرین مادر جون. بشین دوباره همه رو خورد کن. بدن پام در اومد. چه خواب میره پام. گوش میکنی خواهر جون؟ داشتم میگفتم. آره دیگه. نه بابا من آرومم. من اصلا عصبیم. نه همون ماجرا همیشگیه دیگه. همون ماجرا که میدونی. ای خدا لعنتت کنه بچه. مادر جون تو رو خدا اینقدر هرس نخورین. موقع میافتی سکته میکنیدا. یه خدا نکرده بیارو دهنت. خدا نکنه. احسان تو هم بیار تو کوچه. ما میریم کوچه میگیم بیاین خونه. میایم خونه میگیم برو کوچه. تکلیف ما روشن کنین دیگه. من کجا برم بازی کنم؟ برو سر قبر بابات. وای تو چه تو دست و پای منی؟ بلند شو برو این بچه‌ها رو جمع و جور کن. خدای مدرسه کی باز میشه؟ شاید بچه‌ها خراب شدن. باز دعواشون شد. همش دعوا می‌کنه. مریم جان تو بیا گوشی رو بگیر. هر موقع خالت دعواش تموم شد منو صدا کن بیام باهاش صحبت کنم. خب مامان جون گوشی رو بذار خود خاله زنگ میزنه. تو که میدونی اخلاق خالت چجوریه. تا بیاد ببینه پشت خطیش کی نیست تا قشقرق به پا میکنه. خب راست میگه دیگه. راست میگه. خب خودت برو گوشی رو بگیر. خب مامان جان بذار هر وقت اومدن جواب میدیم. هنوز که نیومد. منم که هر موقع به شما یه کاری میگم شونه خالی کنینا. بلند شو این تلفن جواب بدیم بابا. چش. پرو. مامان مگه این بچه صاحب نداره اینجوری میزنیش؟ پس من چه غلطی بکنم؟ بگم بری بیرون یا که واسم جا آتیش بسوزونه؟ لا اله الا الله مثل آدم بهش بگو. بلند شو برو بچه. حتما که گیرت بگیرم. گیرت بیارم کاری میکنم اختر بری. آدمو دیوونه میکنن. الو آبجی. میکنی برشه اینا به هم میخوره میان دعوا. الو سلام خاله. نه مامان رفته آشپزخونه رو غذاش سر بزنه. نه شاد نیستم. باشه چشم بهش میگم.